باربی به خدا باربی یکم چاق شده. خوبه تو پشمم داری؟ خوبه سلامتی. چطوری؟ توپل جان چطوری؟ کجایی؟ چند سالته؟ چرا انقدر نانازی؟ من تو رو توی اینستاگرام فالو دارم. جدی؟ فکر نکنم دروغ میگی. اگه منو فالو داشتی به 10 تومن میزنم بدون دلیل همین الان. به خدا فالو دارم. دروغ میگی گمش کن. نصف ایران تو رو فالو دارم. نه تومنو نده. کسخود بعد به من میگی کسخود؟ قیافه تو و اون دوستت شبیه کسخولا. بابا ماما شبیه کسخود. خندش خیلی خوشگله ولی خندش گیری بود. من باز تو رو دیدم. سلام. کسم یادت پارسال همین موقع بهت گفتم داداشم، هنوزم میگم داداشم. منصرف نشدی شیرم دارم. بچه خوبی هستی، پارسال تو میبینم خیلی خفنی ولی داداش کسم داشت قبول کن کونی به من نمیخوره ولی تو به تو میخوره کونی باشی. دوتا همون کونیم، اینو قبول کن. چرا باز قبول کنم؟ یه دلیل بیار. دلیلش اینه که کونیم بابا. خب دلیل بیار. دلیلش اینه که دیگه کونیم دیگه. خب یا تو دلیل بیار یا من دلیل بیارم. دلیل بیار. به خاطر اینکه من مادرتو گاییده. کجایی؟ اصالتا افغان. تو افغانی؟ با اجازتون. بهت نمیخوره شبیه ایرانی. آره میدونم. اون دست صورتت هم ببینم کجایی هسته. شبیه ایرانی what the fuck ایرانی. نه من از غزنیم. هزاره‌ایم. تو هزاره خیش نیستی برو اصلا هزاره نمیکنم. چرا هزاره‌ایم؟ مطمئن هستی دروغ نگفتم برای؟ جان؟ دوجوک از ایرانی ها رو نگرفته باشه. توجه نمیشم. نه منظورم این است تو رو پیدا نکرده باشن از ایران. نه پدر مادرم چهرهشان در ایرانی ها میخوره. خب ما از سیدون غزنیم. سیدون غزنی چهرهشان در هزاره اینا نمیخوره. خب همین مثل خودت دل رسول جمع الله. باشه بابا همین هر رقم که بازی دادن چند سال هستی؟ اینم بگم باور نمونه. باورمونو 15. بخی کل چیزا دروغ می ای گویی منو میتونم. یه صدایی میاد خوبی؟ اوه بیچاره رفت واقعا خیلی اوضاع بد بود. هوتی پرام سلام داداش. خوبی سلام. چه خبر؟ سلامتی؟ کیو دیدم؟ کیو دیدی؟ داداش من عاشقتم. اینقدر عشق. کلیپای مامان بابام نگاه نمی‌کنم. چرا مامان بابات من کلیپ میذارم؟ نه استودیوش. آها داداش تو عشق عاشقتم. من دوست دارم love you. من فکر کردم مامان باباش ویدیو میذارم. اکس منم ماشتری بود.
یادم افتاد. میتونم یکم ببینم یه کوچولو به خدا یه کوچولو. یاد اکسم افتاد. یاد اکسم افتاد. دیگه چتری نزن ممنونم. واقعا چتری بهت نمیاد. پس رل زدی باش یا نه؟ نه بابا زدم رفت داشت اینجوری میکرد بی تو خیلی زیبایی دایی گسلیستی میکرد منم یه وقتایی میکنم حالا خوب من نکردم. نه این کار نکن جذاب نیست واقعا. نه من نمیکنم من شوخی کردم اصلا. ولی شما خیلی زیبایین خیلی صداتون قشنگ خیلی صداتون قشنگه. بی شما خیلی زیبایین حرف میزنی اصلا یه جوری میشم انگار شاشم میشه. خیلی بهش میاد واقعا. اونو ببینم اونم چتری داره. نه اون چتری نیست. به خدا یاد اکس قبلیم افتادم اونم چتری نداشت. میتونم ببینمش. یاد اکس قبلیم افتادم اونم چتری نداشت. میتونم ببینم. نه آقا اون چتری بزنه تو چتری نزن عوض کن جا. فضولی تو اصلا با ترتیبت بلند شده. خیلی هم خوشگلی بود. اکست هنوز دوست داری؟ اکسمو نه از این به بعد تو دوست. اسمت چیه؟ من؟ نگه کام نکنم جان؟ عاشقت شد. سما. مشکل نداری با 25 ساله ها؟ نه مشکل خاصی ندارم. من سنم بزرگه ها 25 سال. سن فقط یه عدده. انگوشت وسطت نبود ها؟ نه وسط نه. آها با انگوش کوچیک ها. آره. افغانی کنده اومدی اینجا؟ افغانی کنده اومدی اینجا؟ بچه مادر جنگه اومدی اینجا با هم فیف کی؟ به من نگاه کن خار کسته بخند فرهنگ ایران. نه ناموسن شوخی کردم فرهنگ ایران. ناموسن شوخی کردم رفیق افغانی دارم خیلی با مرامه. همون رفیقای افغانیت مادرتو بگم کسته نداد. من اگه با دوستت خیانت کنم منو میبخشی؟ بعدنا اگه بیام دوباره با تو بگم من نه ببخشید من ببخشید. خب دوستش دارید من دوستش نداریم. نه شاید حالا بستگی داره شاید مثلا بشه یه بار فرصت داد. آها اوکی. اسم تو چیه؟ کی؟ من؟ نه اون یکی بگو. روژان جان سلام من پی ام